تا این روزو بگم سلمان مودری شلم آمریک بوی علام و عرض کردم ملاخین ایخت شلمو میگی گفتم انا کلونی که دولت زیاد نکن گفتی که زن زیاد نکن گفتی که اسب زیاد نکن گفتی که سه تا بوی علام پودپیس که کی 3 سال باید شلمو همین دولت محروم شده پریکاز پودپیس که اشمدایی و اشمدایی که میدونم پاشایی شدیم پاشاش بگفتا که شلموی میگیری از تختش بپرتاوی خودت افتت شلمو میکنی ولی پاشاعت میشنی دیستریتینا اومده اشمدای گفتک شلموی پرتافت از تختی پاشایی او چند هزار کیلومتر انگیشمانش از دستش بدونی در را پرتاو شلمو کچو بگرده من شلمو گفته ایشکی با اورانو میکنه چی دیوانو بچه شلمو گفته اشته کن بالی تا الا شلمو تو چی نفت شلمو اشمد دار این شلموی بدبخت 3 سال بخت نیست کچه گیرون میشو یه گونگاس بوری نمیداد یا چی شده؟ 1000 تا زنشه اشمدای گذاشته میشه پیشی آنشم اومد من توی گفت خواهش دارم گفت انا همین کتی به دست غلطید بگی میناله بگو که شلمو رسپون بالی سر بالی کیفت بازار می اومد آدم ها خرید میکردن خریداشون رو خانه بودو میداشت رو ما بده یه روز یه آدم گفت که شلمو من میدارم تو شلمو بگیته بردار گفت خانیم بر خانش بردن هم خیست تو رو نگیرمت کرده خودی شلمو عمله خیلی پاشو آتش باری شلمو بودی دو گفت آزی غلطیدی 1 قروش دی کی خودی تو گفت چی گفت خور شلمو گفت که مرغ و مصبا و گوسفند باشه سخنی ناتوغری باشه از گلی نمیگذاره هر تاخت برام درخت شلمو گوش نه خوردنو میتونه دویم روز یک آدمی کم بغل بازار کرده بردار خانه آورد ستول نکریوت کرده یه نانای قاب پیاز سبز سخلا شلمو جان گفت نترس دنیا پستی بلندی داره خدا خط تو جاده میشینی پاشعت بمیشینی پاشچا بمیشینی سبسم گرفته بالی زمینی نمونما شلمو همون گفت دیننگی گوسفند این 1 پول نمیارزه این نانی قاق اوی پیش همون نانو با اوتر کرده اوکتی خورده اوی گوسفندم گذارم هر روز بازار بشته بو رسپون کتی که پاشا برونده پاشای پورش بردار گوش شلمو او پاشعت خانش به چیزاشو افتاده دیده که این خیلی خوش رو من این خیلی با قوتی دانا خیلی این پوور گفت که من توی گفت چون بری بازار رشته پیش منشیم گفت من به پومشنیک شو خدمت کن چه که خواهی من به تو بتم گفت اوقات خوردم پوشا آلیگ نیست بگی این موقع چون بشه خوردو میگردی همسی اونسو کار که پاشای بروخی با این گذاریتا مرامت از دا پاشا بخوابت این پاشای دخترش شلموی دیده که بسیار یک مردی خوشرویی دانا این بگو من آدم گفته بگردم که هموده بسیار گوی دید زنش گفت که این کارو نکنم داده اگر فهمه که تو پوور پومش دیگه گل سادی او توی سفسم محروم میکنه داده بدو گفتم نشو دک پوشان نگی گواسو داده فهمید یکزه دوینه چیکاری کرده گید گفت دخترش کنه من دیوتانو کشترم در کار لیکن من خونیم با عقل رزانم دیوی شما دیگه کدومتان توی پاشت عبده میشد گریتان میره حی کنیتان برم بیده چول با او بکن بیاشان چول با گشت نیت کن میگو که چی میخونیم؟ یکی یک میدار میه باشده همون یکی گفت خیلی اونو میجوشانیم من یکی سر زنش 2 گولا کسا بگی
همون انگشمانه اشمدای پرتافتگی برو اومد. انگشمانه شلمو هم تو دست پشت رو که عقل اومد، فهم اومد. 3 سال گذشت. خیز گفت یروشلایم بریم. اومدن یروشلایم. پاشعت تخت دادن. کی داره؟ یهودو بین یهویادا. پالکوودیس. جرزن تاویز. جرزن است. شما گفت میدانید من شلمو بودگیمه. چه تو شلمو بود؟ در کسات کرده میتونی ها؟ من 13 سال بودم. دیدیم از دنیا گذاشتم. شما همون روز من پاشعتی به نزدشت کردید. پالکوودیس بسودید. وست نشانی های تو گذاشت. تو گوش کن گفت دیدم مادرت پیش من اومده گفت کی این شلمو پیش من اومده میخوای که من خوب خیز کنه. اکنون من فهمیدم گوه شلمو نیست، تو شلمو رفتک گرفتک اشمدای بنیه و یاده تیکی پاچش به میخواست که سرش بره از بدکل از آسمان او آواز برومد دست نکن برو من باید موندم. آن وقتی که شلمو پرستان رو باشتر چی گفت؟ گیجا بوده تان 3 سال دولت، گیجا بوده تان 3 سال عزت، گیجا بوده تان هیچی به پیش بوره علام نیست. بوره علام اگر داده میگو که علی تحلیل حقم به خخمو، علی تحلیل گیبور بگی براتو، علی تحلیل عشر به عشر. آدمی میگو جبار بقوت نگوه من قوتم دایی من کتی правильно. بوره علام داده میانی امروی کسی میتونه. آدمی بای نگوه من به دولت من دولتم کتی همه میخرم. چیه میخری؟ مینود بای پول چرکی دست امروز از پکنست. آدمی زاد گفته نمیتونه که من جبار بقوت چی قوت؟ هم خیلی قوت ها بلی سخارتی که خودشان براش نمیتونه.